السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز در فضیلت سلام و امر به پخش آن با شما صحبت میکنیم از کتاب ریاض صالحین. الله تعالی می فرماید: ای مسلمانان، داخل نشوید به خانه های غیر از خانه های خویش تا که اجازت طلبید و سلام کنید بر اهل آن. سوره نور آیت 27. پس چون درآیید به خانه ها سلام گوید، بر خود و دیگران دعای خیر و برکت و پاکیزگی فرآمده از جانب الله. سوره نور آیت 61. پس چون به سلام تعظیم کرده شوید، به کلمه بهتر از آن یا به همان کلمه جواب دهید. سوره نساء آیت 86. آیا رسیده به تو خبر مهمانان گرامی ابراهیم؟ چون ابراهیم وارد شد سلام گفتند و او در عوض جواب سلام داد. زاریات 24-25. از عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنه روایت است که مرد از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسید که کدام اسلام بهتر است؟ فرمود: این که طعام دهی و به هر کس خواه بشناسی یا نشناسی سلام کنی. ریاض صالحین حدیث تحت رقم 845. از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: چون الله آدم را آفرید به او فرمان داده گفت: برو و بر اینها سلام کن، یعنی بر گروه از فرشتگان که نشسته بودند، و بشنو به آنچه که میگویند، زیرا آن سلام تو و اولاد توست. پس گفت: السلام علیکم، و آنان گفتند: السلام علیک و رحمت الله را به آن افزودند.